سلام خدمت مشتریان عزیز گروه مبلمان کارول. امروز در خدمتتون هستم با معرفی مدل ونتو، جدیدترین و به جرأت خاص‌ترین محصول بازار. حالا چرا میگم خاص؟ تصاویر مشاهده بفرمایید. طراحی مدل ونتو یک طراحی تلفیقی است، یعنی چند مدل مبل تلفیق شده و این طرح خاص طراحی شده توسط مجموعه. از ویژگی‌های به خصوص این مدل ارگونومی بسیار بالا و خوبی که داره و راحتیه. دلیلش هم اینه که پشتی‌ها تماماً ویسکوز کار شده، هم روی 3 نفره و هم روی مبل‌های تک نفره. و اما نشیمن این کار چند تا ویژگی داره. اولین ویژگیش این انحنایی هست که شما اینجا مشاهده می‌کنید که واقعاً یه نمای بسیار فوق‌العاده‌ای رو به این کار میده که خب الان توی تصویر شما تو تصاویر حتما دیدید. و نشیمن این کار هم ترکیب فنر زیگزاگ و اسفنج 35 ویژه هست که علاوه بر راحتی که داره دوام بسیار زیادی رو هم داره و به همین دلیل ما میتونیم به خیال راحتی محصول رو 2 سال گارانتی کنیم. و اما دسته‌ها که من واقعا خودم عاشقش شدم چون خیلی زیبا کار شده. حالا علاوه بر نماش بسیار هم راحته، یعنی شما دستتون رو وقتی میذارید روش متوجه میشید که این کار چقدر متفاوته و چقدر شما میتونید از نشستن روی این مبل لذت ببرید. از ویژگی‌های دیگه‌ای که مدل ونتو داره و به جذابیت‌های بصریش اضافه کرده، این ریسه‌های نئونی هست که روی دسته‌ها، روی زیر در واقع دسته‌ها کار شده. ما اینجا رنگ آبیش استفاده کردیم و خیلی میتونه برای مهمونی‌های شبانه، دور همی‌ها و جشن‌های تولد مورد استفاده قرار بگیره. شما میتونید حتی رنگ این ریسه‌های نئونی رو با روشنایی که توی منظرتون استفاده می‌کنید ست بکنید و خب قطعاً یک کاربرد بسیار خوبی داره. نمای رنگی این کار هم مثل بقیه محصولات گروه مبلمان کارول تماماً از چوب سوپرراش گرجستانه. البته اصلا لازم نیست ما اینو بگیم چون مشتری ما هم معمولاً همشون میدونن، ولی دارم برای مشتری جدید میگم. ولی ویژگی این کار مدل ونتو اینه که شما این در واقع حالت منحنی که روی کار وجود داره رو روی این نمای رنگی ها هم کار شده. یعنی نمای رنگی هم این انحنا رو داره که کاملا مهندسی شده و استادانه کار شده که شما میتونید مشاهده بفرمایید. چند تا ویژگی دیگه هم این مدل داره که من به سرعت خدمتتون عرض میکنم. یکی این که ما برای نمای روی کار از نخهای یمیل استفاده کردیم و همچنین این دوخت زیبایی که اینجا شما مشاهده میکنید هم روی پشتی و هم روی بغل دسته و هم روی در واقع پایین نشیمن کار شده که جذابیت این کار رو دوچندان میکنه. و همچنین ما برای این مدل اومدیم از گراهای خلبانی استفاده کردیم. باز میشه مبل و شما میتونید به عنوان یک مبل ریلکسی هم ازش استفاده کنید و راحتی فوق‌العاده‌ای داره. مورد بعدی که ما به همراه مدل ونتو یک ست جلو مبلی و اثری هم داریم که همونطور که مشاهده می‌کنید این ست هم کاملا در واقع مطابقت داره و یک هارمونی بین مبل و جلو مبلی وجود داره روی همین انحنایی که روی صفحه جلو مبلی کار شده و خب میتونید به صورت یک مجموعه خریداری کنید و قطعاً مورد پسندتون قرار خواهد گرفت. دلم نیامد در مورد تک نفره توضیح ندم. این تک نفره بسیار خاصه. حالا سوایی از نشیمنش شما نگاه بفرمایید، این نمای بغل این کار هست که خب شما خودتون مشاهده میکنید چقدر زیبا کار شده. یه پارچه بسیار خاصی، چند پارچه روش کشیدیم که هم علاوه کیفیت بسیار بالایی داره و هم خیلی کارو شیک و تمیز کرده. و اما از نشیمنش من نگم براتون، واقعا عالیه. یعنی هر جور بگم به خاطر ویسکوزی که ما پشتش کار کردیم، نشیمن هم از 2 تیکه در واقع تشکیل شده. قسمت پایینیش که نمای دوخت داره و تیکه بالایی که تماماً ویسکوز هست و خیلی راحته، واقعا راحته.